خود مفتی ها خود مفتی او مردم پخته شد خدا وکیلی ماهراتیم خوب از نیست نمشي مهاجر في زمانه خیلی مهاجر ما دوستان بیننده‌های عزیز سلام، وقتی کلیگیشون بخیر بود که جزئیاتمند باشید. یه قسمی که مونده برنامه بودید، ما هم از اردوگاه حسن آباد سوار شدیم داخل اردوگاه. دیگه نمیدم ویدیو بگیرید، باز داخل اتوبوس کم ویدیو گرفتیم. آمادیم تا مرز، از مرزم باز آمادیم هرات، گفتیم که یک دونه ویدیو بگیریم بلدشو نشر کنیم. کسایی که از تهران و اصفهان و شیراز و دیگه استان ها میخواید باید طرف مشهد چی رقم میه و چی رقم هست نیست یکی تا که کومنت دادک یا خیلی زنگ هم دادک. یعنی مرزماتی وقت نشد که ولی همه از جواب بدید، ولی یکی داشت جواب دادی اینی ویدیو بلدش تایم نیم انشالله که سیل کنم و از مشهد هم آدم از تهران رفتن، از اصفهان رفتن، از شیراز رفتن و دیگه سبای خودش انشالله که پسندشون قرار بگیره دوستان. که فعلا هم میم در هتل هرات دروازه ملیک. بعد خدمت شما عرض کنم که بخشش باشد که زودتر باید اون بشتی، چون دسترسی در اینترنت نداشتی، سیم کارت نداشتی، در این مشکل خود داری. مرز که امادی دوستا سیم کارت بلدیزمو نمانده. اگر چند نور اول صبح ساعت 8 بجه از اون بار کرد در مسیرم توقفی نداشتیم، فقط یک دنانس داشتیم دیگه مستقیم آمادیم در مرز. دوستا مرز که رسیدیم با سیم کارت نفر دوم ما بودم که سیم کارت خلاص شد. خیلی شلوغه، خیلی زیاد شلوغه. هدف خانواده خیلی قدمه. یه حد شلوغه. بلدش توضیح بدیم که با برگه سرشماری از هر استانی که میخوایم باین در استان مشهد اردوگاه سنگ سفید نرین، اردوگاه حسن آباد مشهد باین شلوغ کمه. روز اول که رسیدیم خانواده خود در اوچل همونجا جای بلدش درست که میبینیم این نفر سرپرست بور نوبت بگیره بلدشی با مدارک یا برگه خروجی یا تذکره افغانستان بلدش نوبت میگه. نوبت که گرفتیم باز صبحایش مگه ساعت چند با کل خانواده خوب باید منجی باز رفتیم با خانواده رفتیم. اون روز نوبت نرسیده، اونایی که دیروز نوبت گرفته وار بونیم گشتم خانواده خود نبش. ما رفتیم اینجا یک ساعت من گرفتیم، یک ساعت کمتر من دیگه نوبت باید گرفتیم صبحی. دوستا باید صبحی که نوبت از مو صبح ساعت 5 و این باید مو 6 رفت که رفتیم دیگه همیتره نفر از احتمال رفت داخل با مو دنبالش رفتیم. بعد خیلی قدر رفت داخل از یک 4-5 اتوبوس پیشتر از مو رفتن. از مو که رفتیم قدم زوا پشتر هم نفر زیاد بود. رفتیم داخل، از داخل هم ایشون نویسی شد، بایومتریک شدیم. موچرا آماده بود، قوارض شهرداری را همون جمع کرد. نفر 1,430,000 چرای موچر گرفت تا مرز را از اردوگاه حسن آباد. بعد نفر 1,000,000 تومان هم قوارض شهرداری همون جمع کرد که الاف نشدیم یا نیماتر نشدیم. شهرداریم که اماری پول تاول که دیگه مستقیم در مرز مخالی کرد. مرز امادیم رفتیم در کمپ سازمان یا امارات اسلامی هم سیست به خاطر سیم کارت. اونجا هم که نوبت ششتیم و بچه ها اذیت شده افته و هرچند سایه بودک سالون خیمه اجتا بودک یک گرم. رفتیم داخل اونجا ششتیم تا کاغذ بازیش خلاص کردیم. رفتیم به سر سیم کارت که سیم کارت خلاص شد. 4 شبکه سیم کارت میدید، سیم کارتایش خلاص شده ده. بعد از او گفتیم که حالا کاغذ گرفتیم باریم که نفر 2000 افغانی که میده امورم بگیریم از روی خوب باشه. روز رفتیم در امارات اسلامی نفر 1600 خورده ای
اونجا پول داد 2000 بود 2000 اولاد 1600 چون خیلی قدر شلوغم یه مجرفی ها رو که بکنه بیسکویت میدم و خانه والا رو هم نفر 1600 آقانی میدم از 2000 دیگه خلاص دیگه اون پول از اون گرفتیم موشین گرفتیم اما طرف هرات هموشم بودی بعضی ها که وقترم داد مثلا خانواده رو کمک کنن نه؟ باشم بودی دوستان؟ اونایی که خانواده معیوب داره خانوما سرپرست خانواده مرد سرپرست نداره اونا را دوباره میره در هرات تکتم دیگه ما نرفتیم خبر نداریم کمک های بیشتری بردش میدیم از اونجی اطلاعات ندارم که چند مبلغ بردش میده چیز میده نمیده اما گفته که دو دونه کارت بردش میده یک کارت مال مواد غذایی یک مال ظرف ظروف و آشپزخانه و وسایل خانه هم دیگه از اونش دقیق اطلاعات نداریم دوستاینم بود از اردوگاه حسن آباد تا هرات خیلی هم خوب آمدیم اصلا اذیت نشدیم خصوصا بچه ها که خیلی سر حال بود اگر اردوگاه سنگ سفید باید شو یک شو دو شو بودیم بلده بچه های ریزه خیلی سخته دیگه دوستان اینیم از معلومات خدمت عزیزایی که داخل ایران خب دوستا و بینندای عزیز سلام وقت کلکشون بخیر خدا که جور صحت من باشین دوستای عزیز زین بخیر مون بخیر وقت خوش امده در هراتی خیلی همیتر با خوبی و خوشی اومده قدر زاوات خوب اول روز که ما از اصفهان حرکت کردی تا خود مشهد را خیلی راحت اومدیم به در تصال بیش اینجا به دیگه ما خیلی ترس خوردم ما فکر بشت که دوستو چرخم ازیاد چنه چیزی لشونه اصلا نمیقز ازیاد مزیاد نشد نه یا نه خود گونیم اما دیگه مشهد دیگه یک شو دو شو مشهد من دیگه دو دفعه رفت زیارت کردی قشنگ بعد از اون نوبت گرفت که اما دیگه اردوگاه حسن آباد دیگه از اون جمهور رد مرز کرد از اونجا ما تا سر مرز را خیلی همیت با خوبی و خوشی آمدی دوستان این میخص ازیاد نشدیم اما تا سر مرز یعنی بعضی ها که از مو پیشم دادک مو گفت که مو رفته در مرز سازمان ملل اینی قدر کمک بنا اینی قم ولی کمک بلده از وای دوستا که سرپرست نداره مریض داره مشکل داره بخش از وای بلده از خانواده های نیه که سرپرست دشتاشه کارگر دشتاشه بلده از ها نیه دیگه مو گفتی بریم اونجی سیمکارت میده سیمکارت میدادم در دقیقه 90 مون رفت یک سه دنه سیمکارت من داده گفتیم سه دنه من داده دیگه خلاص دیگه در ما ادنیا رسید پیش روز من نفر بود اما سه دنه سیمکارت رو ورده دیگه ما اونجا آمد یک کاغذ مغاز بود باشیم بکوش از کاغذ از زمین چی خواهد؟ گفتنی کاغذ که گرفتن از این ثبت شدن و میستریک شدن دیگه ولایت خوب باشیم باز میتونیم زمین هم دریافت کنیم دوستان خیلی وقت هم نستدیم دیگه ساعت تقریبا 4 بود دیگه در مرز بودیم خیلی زیاد شلوغه بس که شلوغه این آدم وحشت میدم دیگه آدمش نمنده بود ولی صبحشی میگه اینی حالا سر نروزم این میرفم میگه صبح ازی بدتر میشه خیلی خانواده بود که ما یکی از اون طرف درار رایی نه از این ستا چیز بونه همی سر مرز خیلی شلوغ بود از این ستا ایسو رایی نه دیگه دوستا دیگه کمامانا وجود نداره فقط مورا 2000 روپی داد نه 2000 روپی داد دیگه نمیکنم اون نفر چردی میشه دیگه مکود کنیم 6 نفری اونو 2000 افغانی رو مور داده دیگه از اینجا مو ساعتی چند بود پاش داده از اینجا کت کدی اما دیگه خیسون هرات این آلم دوستا دیگه بناوچالی خدا شکر بخیر وقت خوش استه دیگه اینی هم جزیاتی را و کمک سازمان ملل خواستیم دیگر قدر شما شریک کنید شما انشاءالله خوشون باید و بینیده باشین و دوستا تشکر از یک شما که همیشه قدر ما هستین و قدر ما باشین دیگر از این بیشتر مزایمی وقت چون نمیشه برنامه طولانی میشه تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما دوستا انا فوت مفتي هو مردم پخته شد خدا وکیلی بابا
دوستا ما ماده دیگه تازه اینش در اردوگاه حسن آباد رسته سرکن رکن شلوغ پلوغه از اونجا که نفره که ماشینه خانواله مجردیه یه نه دوستا سرکن اونایی که امروز نوبت داشتن رایگ ده دیگه اینیش که نوبت نده این طرف جنگلک رایگ ده خیلی شلوغه اول صبح مست تازه افتاونده با برگه خروج اصفهان انجام دادیم. اونایی که زنگ زده، کامنت داده، پیام داده از خطی و مسنجر واتساپ خیلی زنگم ده دیگه نمیتونم بعد تک تکشون جواب بدیم، شرمنده شون چون خیلی زیاده دیگه، خیلی قدره، خیلی زیاد زنگم ده. این ویدیو رو بلدشون میگیرم که هیچ گونه مشکل نداره. باشه زنگم ده دوستان، هیچ گونه مشکل نداریم. روز اولش نوبت گرفتیم، روز دومش هم 2 ساعت بارگیری طول کشته تا عکس بگیره ثبت نام کنه دیگه. اولم در مسیر رایم داخل اتوبوسیم، نه سنگ سفید مبره نه شو مونیم، هیچ بسیار هم خوب خلوت شلوغ هم نیستن. کسایی که میخوای باید مشهد باید زیارت کنه اینجی روز اول نوبت بگیره، روز دوم نوبتش باید باز بارگیری میشه مورا طرف مرز. هیچ گونه مشکل نداره انشالله. یعنی هم صحبا ازمی امیده
طرف اذیت میشد این جمعی خوبه نه؟ دیگه ما هم رسیم سر مرز. خیلی هم راحت آمدیم. کسایی که از اصفهان تهران میه واقعا اذیت میشه دیگه. با این مشهد از مشهد خیلی راحت میه. یعنی هم بچه هایی که خیلی قشنگیم تیا چیه؟ بگی تاکسی؟ نه بگی تاکسی بگی تاکسی بگی اگه ایر دوستره بگی اگه بابا جون دوستره بگی ماهراتیم ماهرات خوب از نیست نمشي مهاجر إذا ما نخيل مهاجر ما